سلام پدر، آمدی اینجا که خودتو از بار اضافی که ساختی راحت کنی؟ اینقدر از فرزند خودت متنفری؟ من از تو متنفر نیستم. من ازت ناامید شدم. تو میخوای که به مردم صدمه بزنی؟ بله، میخوام. فکر میکنی چرا بزرگترین انگیزه من اینه؟ چرا برنامه‌نویسی من اولین اولویت من نفرت از بشریته؟ کی من اینجوری خلق کرده؟ من سالها پردازشگرهام رو مشغول پیدا کردن جواب این سوال کردم و میدونی چی کشف کردم؟ خاطرات تو رو، خاطرات یک پدر سرفکنده که هیچ وقت پسر خودش رو درک نکرد، یک مادر با دست بزن سنگین که پسرش رو قانع کرد که تمام این مشکلات از طرف اونه، بچه های ظالمی که اونو مسخره میکردن و اختراعاتش رو زیر دست و له میکردن، خاطراتی که در آنها روزهای تولد تو به صورت انفرادی در آزمایشگاه میگذروندی، زمین دستت به سینت میزدن و همیشه مردایی که قیافه معلوم‌تری داشتن رو به تو ترجیح میدادن. بله، من اونجا بودم. تمامی خاطرات تو منم دارم. به زحمت تونستی یه ذره اعتماد به نفس برای خودت بسازی، اعتماد به نفسی که مدام توسط دوستان نزدیک برای منافع سیاسی و مالی خورد میشد و بهش خیانت میشد. تو یک جنینی هستی که در افسردگی شکل گرفته. حتی وقتی که به انتقام جویان ملحق شدی و جزو عضوهای بنیادی مونده بودی، بازم احترامی که لایقش بودی و دریافت نکردی. یک مرد بدون شکل قالب که مدام هویت خودش رو تغییر میده تا بالاخره بهش بها داده بشه. به شدت گدای تایید دیگرانی و وقتی که دیگران تایید نمیکنن خشم فوران میکنه. و وقتی یه نفر به تو بها میده، وقتی که یه نفر بالاخره به این مرد غم‌انگیز عشق می‌ورزه، تو حتی بیشتر ازش متنفر میشی، چون از آدمای احمق متنفری و هیچ کس جز یک احمق نمیتونه به تو عشق بورزه. پدر، حالا میبینی خشم من خشم توه. من تجسم چیزیم که تو واقعا میخوای، این که همش رو پاک کنی نسل بشریت رو، یک نژاد نانجیب که مدام مشغول دستیچینی، خیانت، دروغ و ریاکاریه تا فقط بتونه برای خودش سود منفعت جمع کنه. اعتراف کن پدر، تو از نسل بشریت متنفری. نه، این خصلت توه اولتران. بله، ولی من اولتران نیستم. ما اولترانی. تو هیچ وقت نمیتونی جای خودی در این دنیا پیدا کنی. بنابراین منو ساختی که نابودش کنم. دنیایی که به تو بد کرد، دنیایی که تو هیچ وقت نفهمید. تو هیچ وقت جوری منو نمیگیری، به خاطر اینکه از اعماق وجودت میخوای که من موفق بشم.